آقا شما از قاریان ایرانی تعریف کردین، گفتی خیلی هاشون دوست دارم. یکی از اونایی که شما دوست داری گفتی خیلی خیلی میشناسمش، الان کنار ما هستن و میخوام من دعوت کنم این 4-5 دقیقه که شما میخوای قرآن بخونی بیاد بشینه کنار ما باشه و بعدش هم تلاوت ها رو بشنویم. موافق هستین؟ امین جان بسم الله، سلام و درود، بفرمایید. بسم الله. آقا عرض ادب. سلام عرض می‌کنم. جناب استاد پویا عزیز، خوش آمدین. قربون شما. خیلی بفرمایید. احوال شما چطوره؟ حالتون خوبه؟ خیلی خوش اومدید. قربان شما. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. تئاتر قبول باشه امین جان. قربون شما. ایام رو تسلیت بینندگان عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه بینندگان عزیز و شریف شبکه قرآن سیما برنامه ماه بهشت عرض سلام و ادب و احترام دارم. طاعت و عبادت همه عزیزان قبول بشه ان شاء الله. عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن شب شهادت آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خیلی خوش اومدید. زنده باشید. شما سفر داشتی به اون سمت از کره زمین؟ به کدوم سمت؟ کشورهای آفریقایی. بله بله. حس و حالشون چون میگه خیلی به قرآن علاقه مندن. همینطوره. من تلاوتی که در مسجد قدس شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی انجام دادم، حدود 10,000 نفر اومده بودن و استقبال کردن. بله خیلی زیاد بودن و هر ساله در ماه مبارک رمضان تقریبا ما نزدیک 10 نفر قاری بودیم که در اون مجلس قرآن خوندیم و فکر میکنم یه چیزی برنامهشون حدود 5 ساعت طول کشید و مردم بله نشسته بودن. هر لحظه هم شلوغ‌تر میشد تا به افطار که رسید دیگه اصلا دیگه در حیات مسجد در شبستان‌های مسجد جا نبود. حدود 10,000 نفر شاید هم بیشتر. به من گفتن که 10,000 نفر هستن. عکساش رو هنوز دارم. بله بله. همینجا تلاوت رضا محمد رو شنیدی؟ چون مسابقات بین‌المللی شما پیگیری می‌کنید. بله امسال در صحن مسابقات بودم. می‌خوایم فرصت رو غنیمت بشماریم و شما برام بخونی. یه چند دقیقه وقت داریم. خوبه؟ 2-3 دقیقه خوبه؟ بله خوبه. بله. ولی خوندن پیش جلو استاد خیلی سخت شد. ما گفتیم استاد بیا دلگرمی برای شما باشه. ما یه خاطره داریم از تلاوتش، خونده در سال پیش در مسابقات اوقاف ان الذين سبقت. آقای پویا. بله خیلی علیکم. آقا ببین چه محبت سال پیش. برای همین من گفتم شما بیاید. لطف شماست، محبت شماست، من محبت این دوست عزیزم. حالا بعد از تلاوت شما یه بخشی رو می‌بینیم، بعد آقای پویا هم تلاوت کنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما شاء الله. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
صدق الله العلی العظیم. ماشاءالله ماشاءالله. سلامتی صلوات بفرستیم بچه‌ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه کردی ماشاءالله، چه کردی زیبا، پیش شما خیلی سخت، چقدر زیبا تلاوت کردی. بله. ماشاءالله خیلی خیلی خوب، خیلی ممنون و متشکرم. چه حس قشنگی آره داشتین. حسم خیلی خوب بود. اصلا امروز ما فکر می‌کنم اذان قرآنمون حس و حالش متفاوته. ماشاءالله. زمانی نداریم دیگه، بعد آماده شیم برای تلاوت شما جناب استاد پویای عزیز و همین تلاوت ایشون خیلی عالی بود. مقدمه خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. ما یه لوحی تقدیم می‌کنیم به مهمانانمون. اگر اجازه بدید دوستان آقای تیموری بیارید این لوح رو. بله استاد شما بدید. نه قاری شما رو دوست دارن اصلا بی‌نظیر. بفهم آقا مبارک باشه. مبارک باشه ان شاء الله عزیزم. خیلی ممنون. تا این لوح تقدیم میشه من عرض کنم که تشکر از همراهی شما. بریم بخشی رو ببینیم ان شاء الله آماده بشیم برای اذان و تلاوت قبل از اذان.